برادر سدیدی فکر میکنم با ما چنگک لازم نیست. بله، ما تو ایران به این میگیم چنگال و موافقم، نیازی نیست به چنگال برای ناهار امروزمون. من حسن سعیدی هستم، راهنمای تور از ایران. نه من توبان از تاجیکستان، تریول بلاگر. اینجا دوشنبه تاجیکستان اومدیم یه ناهار ملی، غذای ملی بخوریم به نام آش پلو. فکر میکنم این ناهار خیلی باید خوشمزه باشه. خوراک نیست پیروزی میگویم در تاجیکستان، خیلی بالازد است. خیلی جالب. من میبینم که تو این هویج زده شده، درسته؟ هویج یعنی سبزی. سبزی؟ سبزی. به هویج میگین سبزی، پس به سبزی چی میگین شما؟ سبزی کبوتی. آره کبوتی. موافقی که سبزی یا کبوتی سفارش بدیم با گوجه فرنگی؟ گوجه فرنگی رو چی میگید؟ گوجه فرنگی فامیلدارو میگویم. فامیلدارو. یعنی با بعضی وقت پامیدار میگن. چه جالب. موافقی که برات یه دونه دمنوش بریزم؟ چای کبوت لازم است. به دمنوش شما میگین چای کبوت؟ چای کبوت بله. بفرمایید. نوش تشکر. جان. اشتیای تام در تاجیکستان میگن. در اشتیای تاجیکستان. بله. راستی به ماست چی میگین شما اینجا؟ ماست یعنی چکه.